سلام دوستان، با کانال نکتاب خوش آمدید. در دنیای عجیب و غریبی ما هر لحظه میلیون ها حادثه روی می‌دهد که از میانی آن هزارانش در کامera ثبت می شود. ما این حادثه ها را گلچین کرده به شما نشان میدیم. در این ویدیو این صحنه های باور نکردنی را یک جای تماشا میکنیم. تا آخر ویدیو با ما باشید و لایک ماندن را فراموش نکنید. دوستان عزیز، چه خیلی که میدونید اسپانسر کانال نکتاب این شرکت 1x میباشد. سیلکش در اولین کامنتاری ما ذکر میکنم. البته که ما را پرومو خودمون داریم. شما اگر در وقت رجیستراسیون نکت نویسید با شما $100 بونус میدن که برای دپوزیت اول با شما خیلی یاردمتون میکنه. برای همین آدمایی که вже صرفا میرن درباره چی گپ زدیم دروین سیلک رجیستراسیون کنین، مثلا بازیتون دوام تین و آدمایی که نمیفهمن در تلفنش تول نخرین. پرومو کد نکت $100 بونус. ویدیو را دوام میتیم رفتیم. پیش از همه با دقت به این ویدیوی پخش شده در سایت های اینترنتی نگاه کنید. در آن موجود عجیبه با نام ممتاز بیگم در باغ وحش کراچی پاکستان دیده می شود. سر این موجود سر انسان و بدنش بدن روباه است. با دیدن این ویدیو مردم حیران شده، بعضا باور کردند و بعضا دیگر آن را دروغ خواندند. بعد تحقیقات زیاد معلوم شد که مسئولان باغ وحش این موجود دروغین را به مردم نشان دادن می‌خواستند که توریستان را به آنجا جلب کنند. در پس چهره ممتاز بیگم مراد علی 35 ساله پنهان شده است. او روی این تخت نشسته، فقط سرش معلوم است و در کنارش بدن یک روباه را گذاشتند و مراد علی خودش روباه را می‌جنباند. او این وظیفه را 12 ساعت در روز انجام می‌دهد و مردم را سرگرم می‌کند. آیا شما این ویدیو را دیده بودید و آیا با آن باور کرده بودید؟ فکرتون را در کامنتاری نویسید. شاید تا امروز درباره راه آهن‌های خطرناک شنیده باشید، اما در بعضی از ویدیوهای اینترنتی گفته می شود که در باکوی آذربایجان چنین راه آهن ساخته شده است که برای ماشین‌هایی که در آن راه رفت و آمد می‌کنند خطر ایجاد می‌کند. چون که این راه آهن در بین راه کلان ساخته شده است و برای خبر دادن به وسایل نقلیه دیگر نه چراغک راهنما نصب شده است و نه یگان علامتی هشدار دهنده. یگانه عامل خبررسان زنگ همین قطار است که وقتی رسیدن مسافران دیگر وسایل نقلیه را از آمدنش خبر می‌کند. اما اگر در این حالت تیره‌های ماشین محکم باشد و یا راننده با صدای بلند موسیقی گوش کند، پس خدا رحمتش کند. شما چی فکر دارید؟ آیا این ویدیو حقیقت است؟ چون که بعد تحقیقات هیچ خبری درباره این راه آهن نیافتیم و اگر صحنه را پیش بیاریم در بین راه ریل قطار را نمی‌بینیم. اگر شما خبری دارید ما را هم آگاه کنید. در سامو سانکرام واقع در بانکوک تایلند راه آهنی وجود دارد که بازار راه آهنی مکلانگ نام دارد. این بازار کلانترین بازار میوه تازه در تایلند محسوب می شود. این بازار به خاطر قرار داشتن در راه آهن چنین با اهمیت شده است. بازار پیش از سالهای 1950 ساخته شده بود و وقتی سال 1950 دولت خواست که آنجا راه آهن بسازد، مغازه‌داران نخواستند که جای کارشان را ترک کنند. در نتیجه از آن زمان تا کنون مغازه‌داران روز 8 بار پس از شنیدن صدای زنگ قطار چترهایشان را جمع می‌کنند و بعد رفتن قطار دوباره آن را می‌کشویند. بعضا قپیدن مار برای مارگیرها وزنین تمام می شود. حالا به این کلیپ ثبت شده در اودیشای هندوستان توجه کنید. در این کلیپ مارگیر با نام سوکومار مار کابرا را قپیده ایستاده است و مار تسلیم شدن نمی خواهد. سوکومار هرچند کوشش می کند موفق نمی شود. بعد مار را بر روی زمین قرار داده می خواهد دهان مار را ببندد، اما مار یک بار او را نش می زند. اگرچه سوکومار زنده ماند اما دستش به حد ورم کرد. بعد مارگیر دیگر آمده مار را گرفت تا به دیگران آسیب نرساند. حالا به این جوان نگاه کنید که قهوه در دست در موزه تایوان گشته ایستاده است که ناگه پیش پا خورده میافتد و برای آنکه قهوه‌اش نریزد دستش را به نقاشی گران قیمتی آنجا میگذارد و آن را سوراخ میکند. این نقاشی 10-20 هزار نه بلکه 1.5 میلیارد دلار ارزش داشته است، ولی خوشبختانه آن را سقوط کرده بودند وگرنه برای پرداخت جریمه خانواده آن جوان در قرض میغوطیدند. در شهر ناخونپتام تایلند حادثه عجیبه در مغازه 711 روی داد. یک مارمولک غول‌پایکر از کلادس برآمده به مغازه در آمده خوراک می‌گفت. با دیدن این جانور مشتریان فروشنده ها پنهان شدند. مارمولک چندین ردیف ها را چپه کرد و کارگران مغازه به گروهی یاری زنگ زدند. بالاخره گروهی کمک های فوق‌العاده آمده مارمولک را به درون کلادس برگرداند. با این کلیپ نگاه کنید که میمون از پس این زن و کودکش برآمده پیش روی آنها را میگیرد. بعد جیب‌های کودک را کفته چیزی گم شده اش را نمییابد. بعد سمکه زن را میکوبد اما به نتیجه نرسیده از آنجا میرود. با فکر شما این میمونچه در جستجوی چی بود؟
ویدیوی یک ماهی با چهره انسانی در اینترنت پخش شد، گویا که این ماهی در ژاپنیا دیده شده است. باز یک ویدیوی دیگر از چنین ماهی در درون آب با چهره آدم مانند دیده شد. بعد تحقیقات معلوم شد که این ماهی ها حقیقی نه بلکه مانتاژهای 3D بودند و شخصی که مولتیک می ساخته است این صحنه ها را ساخته هزاران آدم را فریب داده است. آتشبازی یک سرگرمی است که شاید بسیاری شما آن را تجربه کرده باشید. حاضر یک آزمایش عجیب با آتش را می‌بینید. این جوان چندین موشک‌های آتشی را به هم پیوست کرده آتش می‌زند که صدای عجیبی از آن تولید می‌شود. صحنه هم به صحنه پریدن سفینه‌های فضایی در هوا مانند است. اما این کار را شما در خانه تکرار نکنید، چون که هم خطرناک است و هم زنی همسایه جاروب در دست به سراغ شما خواهد آمد. در این صحنه دختر در مورد خریدهای صحبت می‌کند که ناخواسته صدای ریختن آب از پشتش شنیده می‌شود. بعد این صدا چهره و لب‌هایش به طرز عجیبی حرکت کرده، چشمانش چشمک زده، یک باره رویش وحشتناک می‌شود. حالا چرا این حادثه روی داد؟ باید بگویم که همه این کاری مونتاژ است، اما به هر حال صحنه ترسناکی ساخته شده است. این هم یک مونتاژ دیگر. یک زن در حال صحبت درباره آب و هوا است که یک باره به جای بدنش بدنی مردی بزبله در حال رقص پیدا می شود. تشکر که تا آخر ویدیو با ما بودید. برای بخبر نماندن از ویدیوهای نوبتی ما به کانال ابونه شوید. لایک موندن را فراموش نکنید.